محمد صادق سعیدوف имом-хатиби 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به همکاری با ҳизби در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر имом-хатиби بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان است تا حال در رابطه به این قضیه اظهار نظر نکردند. دفتر مطبوعات کمیته دین روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سعیدوف имом-хатиби 28 ساله مسجد محله نانوای پایان شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند که یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف имом-хатиби آن بود. طبق اطلاع دریافتی محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیتی شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت имом-хатиби به همکاری با ҳизби در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. از جمله در تلفنش مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شد. چند نسخه موعظه نماز جمعه را که کمیته دین تهیه کرده است به سامانه اصلاح داده است. حتی آن را از تلفنش تازه نکرده است. بغیر از موعظه درباره چند موضوع دیگر معلومات داده است. گفت این مسئولی که از تفتیش قضیه имом-хатиби آگاه است. تصدیق درست این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب‌های تند نشر می‌کند چند هفته اخیر موعظه و خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر می‌کرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان به رادیو آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مارس را تنقید کرده بود و بسیاری‌ها میگویند سبب بازداشتش همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامالله خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامالله خالمراد پیشتر имом-хатиби مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیو آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت имом-хатибان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سامانه‌های ممنوع انتقاد زیادی را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقتی имом-хатибان با موافقه مقامات تعیین میشوند چگونه ممکن است آنها باز با سازمان‌های ممنوع همکاری کنند؟ در برابر имом-хатиби مسجد مقامات 3 ساکن دیگری کولاب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.